سرخط خبرهای مهم. در دوشنبه شرایط زیستی سربازان به بحث کشیده شد. پیشگیری از انتقال زیاده از 71 کیلوگرم هروئین در مرز. و هر یک 26 دقیقه یک نفر از تاجیکستان می رود. سلام بیننده های عزیز، امیدوارم خوبید و برنامه نویدی بامدادی را تماشا دارید. امروز پنجشنبه 7 دکبر سال 2023 دادگاه‌های حربی تاجیکستان 26 پرونده آزار سربازان را از جانب همخدمتان یا افسران قسم‌های حربی بررسی کردند. در این باره جمعه‌خان عبدالله‌زاده نماینده دادگاه عالی تاجیکستان در یک چاره‌بینی که روز 6 دکبر برگزار گردیده به شرایط زیست سربازان در قسم‌های حربی بخشیده بود اطلاع داده است. به گفته این مسئول در 9 ماه سال روان دادگاه‌های حربی کشور برای ویران کردن قاعده‌های آیین‌ناموی مناسبت‌های بین همدیگری خدمتچیان حربی با دسترسی به ماده 373 کدکس جنایتی تاجیکستان 26 پرونده را بررسی کردند. اما این نماینده دادگاه عالی نگفته است که در دایره این پرونده ها چند نفر جزا گرفتند. در یک سال اخیر حدودی 10 افسر و سرباز برای لطوکوب و تحقیر نو اسکران که بعداً عکس و نوار آن به شبکه‌های اجتماعی راه یافته خشم کاربران را برانگیخت از جانب دادگاه‌های حربی کشور از 5 تا 11.5 سال روانه زندان شدند. بدرفتاری یا دیدفشینه در ارتش تاجیکستان مشکلی کهنه است. هر چند وقت خبرها درباره زخمی شدن یا فوت سربازان به رسانه‌ها راه می‌یابد. حکومت تاجیکستان ماه اکتبر امسال به سازمان ملل گفته است از سال 2019 تا 21 با سبب رعایت نشدن آیین‌نامه نظامی بیشتر از 100 سرباز به هلاکت رسیدند. کارمندان ریاست منطقوی گمرکی در ولایت سوغد در دیدبانگاه گمرکی فاتح آباد ناحیه مسجد یک ماشین حامل بیش از 71 کیلوگرم مواد نشئه‌دار نوع هروئین را دستگیر کردند. در این باره خدمات گمرک تاجیکستان خبر داده است. عملیات روز 21 نوامبر سال روان گذرانده شده است ولی خبر تازه به مطبوع دسترس گردید. به اطلاع منبع واسطه نقلیاتی برکش که رقم قید دولتیش به روسیه تعلق داشت تحت اداره مهرآور بوریوی 31 ساله شهروند تاجیکستان زاده و استقامت کننده شهر سرافشان قرار داشته است. هنگام از نظر گذرانی از پنهانگاه مخصوص داخلی بردانی واسطه نقلیاتی مذکور 65 بسته پلی اتیلنی رنگش سیاه که در داخل آن موادهای خاکمانند رنگشان سفید با بوی مخصوص داشته جایگیر بود یافته گرفته شد. مواد نشئه‌دار نوع هروئین بوده. وزن عمومی آن 71 کیلوگرم و 110 گرم را تشکیل می‌دهد گفته می شود در خبرنامه این نهاد. خدمات گمرک گفته است از روی حالت مذکور از طرف ریاست منطقوی گمرکی در ولایت سوغد نسبت بوریه و دیگران که از آن نام برده نمی شود برای معاملات غیر قانونی واسطه نشئه‌دار و قاچاق پرونده جنایتی آغاز شده بعد دادستانی ولایت سوغد فرستاده شده است. امسال تاجیکستان از 115 سالگی اکادمیک باباجون غفورов یکی از معروفترین دانشمند تاجیک در عصر 20 جشن میگیرد. به خاطر این دانشمند در کاخ وحدت سیمپوزیوم بین المللی علمی برگزار گردید که در آن امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان نیز شرکت کرد. باباجون غفورov 18 دکبر سال 1908 در دهه اسفیسار به دنیا آمده. در زندگیش بیش از 400 اثر و مقاله های علمی نوشته است که اکثرش به تاریخ تاجیکان ربط دارد. در یک نظرسنجی ما این دفعه از راهگذران پرسیدیم که باباجون غفورov کی بود و او چه خدمتی برای مردم تاجیک کرده است. باباجون غفورov وای نماینده خلق تاجیک بود. حرکت کرد که ریسپوبلیکمون نقش شود. آدم خوب بود. میشناسیم شاعر میشناسیم چه نمیشناسیم. شاعر گفتن کدام شعرشون یادتون است یکم شعر؟ اکثر یادم نیست. مقصد میشناسم در سامونا را ماست. در سه سامونا. در سه سامونا. کدام کتابش یگان اثر کدام کتابش میدونید یگان اثرش کتابشون در یادتون است؟ خوندگین یگان کتابش؟ کتابش مقصد همین کتاب چیزی تاجیکان برآمدگی همین همون هستگی هم بفکرم مختصر تاجیکو. میدونی چی بانه جناب عالی محترم کتاب پدرخه کده مونه خونه عبیزت نیرم خونه شاعره چی بگم
نمیدونم چی بگم. کدام کتابش خواندگی؟ یگانش نخوندم. چی درو بگم؟ عالم برجسته وقتش بود یکم کاتبی سکرت تاجیکستان نوشته کتاب تاجیکان تاریخ تاجیکان با یک کتاب دارد همه اینا رو من خوندم همچنین عالم در دنیا تاجیکان رو شناخته کرد برداشت بود دیرکتور انستیتوت شرقشناسی مسکو بود اکادمیک نم اکادمی بود تاجیکان کدام کتابش میدونین خوندگی؟ یادم رفته چی کدام کتاب تاجیکان باباجان غفورов شاعر بودن یگان شعرشون خوندگی از یاد میدونید؟ باباجان غفورов کتاباش هست که کدام کتابشون شما خوندگی یا که در یادتان هست میدونید؟ تاجیکان например خوندگیم برای تاجیکستان چه خدمت کردن میدونید؟ برای تاجیکستانی شوروی بسیار خدمت‌های وای کردگی ممکن همینا وایش کتی رفتستیم کاروشان کتی شاعر کدام کتابش خوندگی شما؟ خوندگیم شما میدونم باباجان غفورов میدونین کی هستن؟ بله چیکاره بودن؟ مهندس بودن، کارگر بودن، نویسنده، شاعر بودن؟ بله. یگان شعرشون میدونین اگه خوندگی نیستم یگان کتابش. تاجیکستان و ازبکستان میان کشورهای منطقه آسیا مرکزی از روی سطح مهاجرت را اختیار نمودن شهروندان پیشصف می باشند. در این باره گزارشی سازمان بین‌المللی مستقل تجارتی World Population Review قرارگاهش در امریکاست خبر داده است که تا 5 دکبر سال 2023 را نتیجه گیری کرد. بنا به این گزارش در تاجیکستان دوام یک شبانه روز 55 ساکن کشور یا خود هر 26 دقیقه یک نفر جمهوری را ترک می‌کرده است. در این گزارش نشان دهنده های تاجیکستان با ازبکستان نخیلند. در ازبکستان هم همه روزه 55 نفر ساکن کشور را ترک می‌کرده است. قزاقستان یگانه کشور پساشوروی در آسیا مرکزی است که درباره مهاجرت را اختیار نمودن شهروندان آن معلومات آورده نشده است. در گزارش سبب‌های مهاجرت گفته نشده است. World Population Review سازمان مستقل تجارتی میباشد که معلومات مهم جهانی دموگرافی را پیشنهاد میکند. کارمندان لایحه در سراسر دنیا از سرچشمه‌های گوناگون معلومات جمع آوری نموده آن را تحلیل میکنند. فعلا مقامات تاجیک به این گزارش واکنش نکردند. به گفته کارشناسان تاجیک بیکاری یکی از دردهای اساسی جامعه تاجیکستان است که هزاران نفر را مجبور به هجرت میکند. فعلا نه تنها کارخانه‌های دولتی برخی از شرکت و کارگاه‌های خصوصی هم با کمبود کارگر مواجهند، اما با آنکه شمار بیکاران در کشور زیاد است آنها نمیتوانند کارگر پیدا کنند. سید احمد زیدالله‌زاده از منصب دادرسی دادگاه ناحیه 5 رانده شد. در فرمان رئیس جمهور تاجیکستان از 6 دکبر امسال سبب تصمیم را کیرداری نامیدند که شأن و اعتبار سودیه را پست میزند، اما تفصیلات ندادند. قبلا بعضی از دادرس‌ها را با همین اتهام و اساساً برای رشوه‌گیری از کار آزاد کرده بودند. فعلا دقیق نیست که سید احمد زیدالله‌زاده بازداشت شده است یا نه. در تاجیکستان بیش از 400 دادرس کار میکنند. در 10 سال اخیر بیش از 30 نفر آنها بازداشت و برخی به زندان محکوم شدند. بخش یک روز تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز خبر میدهد. در ماه دکبر سال 2016 با یک قرار شورای علمای مرکز اسلامی که یک نهاد دولتی صادرکننده فتوا در تاجیکستان به شمار می رود، تجلیل مولود پیامبر اسلام رسما اجازه داده شد. در تاجیکستان که اکثر ساکنانش مسلمان می باشند ولی همه گونه فعالیت‌های دینی مردم زیر نظارت دولت است، در گذشته مولود پیامبر را در خانه یا محفل‌های جداگانه با موعظه‌خوانی و قصه ها از روزگار پیامبر جشن می گرفتند. تاریخ اسلام میگوید محمد پیغمبر در عصرهای 6-7 زیسته است.
7 декабри соли 2016 ҳамоно бисёриҳо дар тоҷикистон гуфтанд ки ҳасрати СССР-ро мехӯранд. пурсиши афкори умуми маркази шарқ нишон дод ки 25 сол баъди пошхӯрии ҳукумати шӯро ҳам тахминан 60% сокинони тоҷикистони соҳиби истиқлол аз пошхӯрии ҳукумати пешин розӣ нестанд. муҳаққиқон ин падидаро аз сӯе ба мушкилоти иҷтимоиву иқтисодӣ рабт медиҳанд. ин ҳам дар ҳоле буд ки ҷавонони пурсидашуда гуфтанд дар бораи ин низом хабаре надоранд. декабри соли 2013 нависандаи рус Андрей Волос барои китобаш «Бозгашт ба Панҷруд» ки аз зиндагии Абу Абдуллоҳи Рудакӣ қисса мекунад, бо ҷоизаи баланди адабии русский Букер қадрдонӣ шуд. ҷоизае ки 1,5 миллион рубл подош дорад барои боз кардани воқеиятҳову фоҷиаҳои зиндагии маликушшуарои назми тоҷик тақдим шуд ки бо дардҳои ҷомеаи имрӯза ҳамоҳанг аст. Андрей Волос аз ин пеш соли 2000 барои романи «Хуррамободаш» ки аз солҳои 1990 шаҳри тимсоли Душанбе қисса мекунад, ҷоизаи Новои Мирро бурдааст. бонки миллӣ қурби асъори хориҷиро барои имрӯз чунин таъин кардааст. бинандагони азиз, шумо барномаи навиди бомнодиро тамошо кардед. бо шумо то фардо худоҳофизӣ мекунем. хайр, худо нигаҳбонатон.